درود به شما. آدین روز عیسی مسیح رو پیش همه دوستان شاد باش میگم، برای همیشه و برای امروز، فردا و دیروز. آرزو دارم که برای زندانیانی که کوشش میکنن برای دیگر اندیشید و آزادی گفتمان خواهان نبود این سیاست استبدادی و دیکتاتوری در ایران که اکنون و اگه مردم همین گونه از این رژیم اسلامی و از سیاستایی که در درون ایران هست و بیرون از ایران هستش همینجوری پیدا بشه و ادامه داشته باشه، این باعث میشه که در کشور از این گونه که هست بیشتر هرج و مرج بشه و یک نوع خودگرایی، خودبینی و هیچ گونه آینده درخشانی در کشور پیدا نخواهد شد. اینه که خواهش میکنم از اون کسایی که بیرون از ایران هستن اندیشه هاشونو بگونه در راستای بدون از درآمیختن سیاست دینی گفتمانشونو پیگیر کنند، چرا که در ایران کسایی که خواهان آزادی اندیشه هستند و پیشرفت در هر زمینه دین یعنی اسلام رو وارد اون جایگاه میکنن در نخست. اینه که این کار بسیار اشتباهه و امیدوارم که این رو از اندیشه های خودشون بدور کنن و چیزی رو جایگاه این پیشرفت کنن که همانند خواسته هایی که برای آرزو میکنن برای خودشون، که شاید مدل هایی رو برای خودشون در نظر دارن مثل کشورهای دیگه که خب هوشمندان و هوشیاران سیاسی خودشون میدونن کدوم کشورها هستن و آرزو میکنم که این در ایران بیشتر پیاده بشه. درود به شما عزیزان و باز هم خودم رو در این یوتیوب نشون خواهم داد. با سپاس از همتون. فراموش نکنید که همیشه هوشیار و آگاه باشید، چرا که ما کشوری که در آن هستیم، یعنی بیرون از ایران و کشوری که در ایران، نباید به دست کسایی بدیم که ناخرد باشن و به صورت ناشیانه کشور را اداره بکنن.